السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد از 9 دقیقه انشالله درس را شروع میکنیم. و علیکم السلام. بعد از 9 دقیقه انشالله درس را شروع میکنیم. حاضر تیارگی رو ببینیم. روزه رو نفهمیده خوری چی میشد؟ روزه رو نفهمیده خوری هیچ چیز نمیشد. انشالله دوام داده میگیرید، چون که حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که کسی که روزه را بی خاطرانه بخورد خداوند آن را خورانده است. برای همین داشته دوام میدهید روزه خود را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صدای ما رو میشنوید؟ انشاءالله ما از کتاب تجوید درس را شروع میکنیم. قاعده های قرآن. کتاب در خوجند سال 2003 چاپ شده بود. مؤلف کتاب حاجی میرزا ابراهیم سعید زاده. این کتاب در پلی مارکت هست است. میتونید از آنجا فراورده در تلفن های خود بعد از درس یک گشاده درس را بخوانید. بعد از 5 دقیقه انشالله درس تجوید را شروع میکنیم. درس یکم تجوید را. الحمدلله ما خوب هستیم. حاضر بعد از 3 دقیقه انشالله برادران پیوست شوند درس تجوید را شروع میکنیم. روچکه و دفترهای خود را بگیرید چون بعضی جایها را باید نویسیم.
این درس برای آن شخصانی است که قرآن حرف عربی را، الفبای عربی را از خود کرده هستند. علیکم السلام عمر. الحمدلله ما خوب هستیم. ان شاء الله شروع میکنیم. بگیرید روچکه و دفتر بگیرید. ان شاء الله بعد از 3 دقیقه درس را شروع میکنیم. برای کسانی که نو داخل شده هستند، درس امروزه ما درس تجوید، درس یکمی تجوید است. موضوع امروزه ما مقدمه. درس یکم موضوع امروزه مقدمه، معنای تجوید، حکم علم تجوید، الفبای عربی. انشاءالله در دوام 45 دقیقه باید ما این موضوع ها رو بگذاریم. برای همین در وقت درس سوال ها ننویسید، سوال هایی که آید به این درس نیست. خواهش میکنم این سوال ها را ننویسید. درس ما درس تجوید است. سوال ها از درس تجوید باشد مرحمت بنویسید. می توانید این موضوع درس رو بنویسید. مقدمه، معنای تجوید، حکم علم تجوید و الفبای عربی را انشاءالله امروز با شما آغاز میکنیم. شما همت آماده هستید؟ برادر عمر ما در روسیه هستیم. اگر همه شما آماده باشید انشاءالله درس را شروع میکنیم، چون وقت هم رسید، وقتی درس ما. درس را آغاز میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي أنزل القرآن على حبيبنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بالقواعد والتجويد وشرفنا بحفظه وتلاوته وجعل لنا وجعل ذلك من أعظم عبادته. یعنی شکر و سپاسگزاری به حد الله تعالی را که نازل کرد قرآن را بر حبیب خود با قاعده ها و تجوید و فرمود ما را به حفظ و تلاوت کردن آن و گردانید قرآن را با رعایت تجوید از بزرگترین عبادت ها. مؤلف کتاب چنین می نویسد، یعنی قرآن را با تجوید خواندن این خود یک عبادت است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم چنین خبر داده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
ورتل القرآن ترتیلا، یعنی و قرآن را با واضح خواندن ترتیل کن، یعنی با قاعده و قانون های تجویدی بخوان. از حضرت علی رضی الله عنه صحابگان پرسیدند معنای ترتیل چیست؟ حضرت علی فرمودند الترتیل تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی ترتیل این با تجوید، با قاعده خواندن حرف ها و دانستنی در بین آنها ایستادن، یعنی وقف کرده ایستادن. پیامبرمان صلی الله علیه و سلم فرمودند زینوا القرآن باصواتکم فإن صوت الحسنة یزید القرآن حسنا، یعنی زینت دهید قرآن را با آوازهای خود، زیرا آوازهای نرم و فارمی شمایان حسن قرآن را زیاده می گرداند. مراد از این حدیث قرآن را با تجوید خواندن است. زید ابن ثابت خداوند از او راضی باد از پیامبرمان صلی الله علیه و سلم روایت می کند البته الله تعالی دوست می دارد قرائت کردن قرآن را همچنانی که نازل شده بود، یعنی که همچنانی که به پیامبرمان صلی الله علیه و سلم با همه قاعده هایش نازل شده بود، خداوند دوست می داشت است که ما این چنین قرآن را بخوانیم. امام ترمذی از ابن عمر رضی الله عنه حدیث را روایت می کنند که در روز قیامت برای صاحب قرآن گفته می شود در جنت قرآن را خوانده رفتن گیر، در آن دنیا چی خیل خوانده باشی همان خیل خوان، آخرین جای آیت خواندگیت منزل مرتبه جنت تو می شود. محمد ابن جزری در تفسیر خود می گوید از خود کردن قرآن با تجوید واجب است. شخصی که به تجوید قرائت کند گناهکار می شود. برای همین برادران و خواهران عزیز ما باید علم تجوید را آموزیم. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند شخصی که قرائت می کند قرآن را و عمل می کند به آن چی در قرآن است می پوشاند خدای تعالی پدر و مادر او را تا جایی که روشنی آن بهتر است از روشنی آفتاب این دنیا. یعنی کسی که از ما و شما قرآن را می خواند و به این قرآن عمل می کند در روز قیامت تاج از تاجها و پدران و مادران ما می پوشانند که روشنیش از روشنی آفتاب هم بیشتر است. البته قرآن دستور عملی آداب پروردگار است، پس قبول نمایید از همان دستورخوان با آنچه که قادر هستید، یعنی که تا آن جایی که قدرت دارید قادر هستید علم تجوید را بیاموزید و قرآن را با تجوید بخوانید. البته قرآن ریسمانی مستحکم بین بنده و پروردگار است و چراغ روشن برای عهد اوست. برای درماندگان شفا است. نگاه دارنده از شخصی را که پیروی می کند قرآن را، گمراه نمی گرداند شخصی را که اطاعت می کند او را. یعنی که کسی که قرآن را پیروی می کند به آن عمل می کند، قرآن این شخص را هدایت می کند برای راست.
این بود مقدمه کتاب. انشاءالله معنای تجوید میگذاریم به دیگرمان. معنای تجوید برادران عزیز، معنای تجوید چیست؟ تجوید از کلمه عربی گرفته شده. معنایش از کلمه جود یجود، یعنی زیبا کردن می باشد. در معنای زبانی یعنی که معنای لفظیش اینه که یک چیز را زیب دادن. و معنای اصطلاح و در اصطلاح این علمی است که قاعده خواندن قرآن را می آموزاند، یعنی به طرز درست تلفظ کردن حرف ها، هر یک حرف را قاعده خود را دادن، قاعده هر یک حرف را دادن. حکم علم تجوید. می گذاریم به موضوع دیگر. حکم علم تجوید یعنی علم تجوید. اگر از شما من بپرسم که علم تجوید چی حکم دارد، شما در جواب چی می نویسید؟ نوشتجات شما را انتظارم. می خواهم که از شما دونم که ممکن که از کجای شنیدید، چی فکر دارید شما؟ حکم علم تجوید چیست؟ یعنی آموختن خواندن قرآن با تجوید چی حکم دارد؟ انتظارم. جوابهای شما را انتظارم. من با آموختن علم تجوید چیست؟ جوابهای شما را انتظارم. مرحمت واجب است. ذکر الله رحمان واجب است. من نمیدونم دیگر شخص چی میگوید. فرض است. ادریس بوری فرض است گفتم. باز کی چی فکر دارد؟ باز فکرهای خود را بگوید، بعد من انشاءالله جواب میدهم. حکم علم تجوید. برادران و خواهران عزیزم بنویسید. حکم علم تجوید اینه که عملاً در عمل برای هر یک مسلمان عاقل و بالغ فرض عین است، با قدری امکانی که آن بنده علم را از خود کرد و همین قدر خواندن میتواند، نه که با امکان قدرت هر یک کس. این در عمل یعنی با روسی گویم پرکتیچسکی. و در نظریه یعنی تئوریتیچسکی. در نظریه علم تجوید فرض کفایه است، یعنی در یک شهر اگر یک انسان بداند از دیگران ساقط می شود، از گردن دیگران ساقط می شود. برای همین بنویسید در دفترهای خود علم تجوید عملاً به هر یک شخص مسلمان عاقل و بالغ فرض عین است، به قدری
توانایی او، یعنی این علم را از خود کرد و به قدر تواناییش. و فرض است، این فرض عین است به همه. و فرض کفایه است نظریش، یعنی تئوری تجوید، یعنی تئوری تجوید دانستن، نظریه تجوید را دانستن، این فرض کفایه است. اگر در یک شهر یک انسان بداند، از گردن دیگران ساقط می شود تا این شخص دیگران را بیاموزد. می گذاریم به موضوع دیگری. ما حکم تجوید را فهمیدیم. حکم تجوید فرض عین به هر یک شخص عملا، و نظریه تجوید، یعنی که علم تجوید را نظریه‌اش را آموختن، فرض کفایه است بر مسلمانان. موضوع دیگر الفبای عربی. بنویسید الفبای عربی. الفبای عربی، اگر کسی که کتاب داشته باشد به کتاب نظر کند خوب میشد. اگر نباشد کتاب، می توانید از اینترنت، از پلی مارکت آن را فرارید و بعد از درس یک بار دیگر این درس را تکرار بکنید. یکم حروفات عرب. چون این کتاب با سوال و جواب سر می شود، سوال چنین است: در قرآن کریم چند حرف وجود است؟ در قرآن کریم چند حرف موجود است؟ جواب: 28 تا حرف موجود است. و همه شما این حرف ها را می دانید و ممکن است که یگان خطاگی در تلفظ داشته باشید. انشاءالله حاضر ما با شما این حرف ها را تلفظش را من می کنم، شما تکرار کنید و باز به کانال ما در آمده در پپکه ها مخرج حرف ها هست. از آنجا نواهایی که گذاشتیم نظر کنید، تماشا کنید و مخرج های خود را اصلاح کنید، مخرج حرف ها را. حاضرش نه، حاضرش گوش کنید. وقتی که در کار شد با میگم سوال دادم. یکم حرف الف. الف، هر یک حرف یعنی که نامگوی خود را دارد و آواز دارد. حرف الف اگر فتحه گذاریم ا خوانده می شود، کسره گذاریم ای خوانده می شود، ضمه گذاریم او خوانده می شود. و خود حرف الف که آواز ندارد تا آن دمی که ما فتحه یا کسره یا ضمه نگذاریم آواز ندارد. دویم حرف ب هست. الف ب. این حرف به حرف ما مانند است، به حرف ب تاجیکی مانند است، هیچ فرقیتی ندارد. حرف ب وقتی که لب‌های ما میرسد، از رسیدن لب‌ها میبراید. مخرجش این رسیدن لب‌ها است. ب بی بو، ب بی بو. وقتی که ما بو میگوییم اهمیت دید حرف او را. او باید لب‌ها به پیش برآورده شوند. او بو می ب. اگر شما ب خوانید اینش خطا است. برای همین او خواندن در کار. او بو ب بی بو. مخرج حرف ب اگر دیده باشد لب‌ها میرسند، مخرج حرف میبرد.
حرف بعدی حرف ت است. ت. مخرج حرف ت، مخرج حرف ت وقتی که زبان ما به کام میرسد، به پیش کام. ت ت ت. ت تی تو. این حرف هم در زبان ما در زبان تاجیکی هست. سیوم حرف ث. حرف ث. این حرف در زبان ما در زبان تاجیکی نیست. ما حرف ث داریم ولیکن حرف ث نداریم. مخرج این حرف اعتبار دهید. سری زبان را در بین دندان ها میگذاریم. ث سری زبان را در بین دندان ها میگذاریم، میگوییم ث ثی ثو. نه در داخل. اگر در داخل گذاشتید ث ثی ثو این خطا است، بلکه در بین دندان ها ث ثی ثو. اعتبار دید به مخرج این حرف. حرف دیگر حرف جیم است. جیم. این حرف هم در زبان تاجیکی هست. حرف ج. جی جو. حرف دیگر حرف ح است. ح. این حرف از حلق می براید. ح حی حو. حی حو از حلق می براید. الحمدلله. الحمد. ح. یا که مثال دیگر الرحمن. الرحمن. الحمدلله الرحمن. حرف دیگر حرف خا هست. خا. این حرف کمی هم از حرف تاجیکی فرق میکند، چون این حرف استعلا است، یعنی که غفظ خوانده میشد. خا خی خو. خا خی خو. باز انشاءالله در درس‌های آینده درباره حرف‌های استعلا و شما پرره می‌گذاریم. فقط این را بدانید که حرف استعلا غفظ خوانده می‌شود. خا خی خو. اگر الف گذاریم خالق خوانده می‌شود. خالق. خا. بله اسلام این را نیست. بله خا با الف این حرف خا خوانده می‌شود، نه خ. خا. خالدین فیها. یا که خالق خا خی خو. حرف دیگر حرف دال است. دال این حرف هم در زبان ما در الفبای تاجیکی هست. دا دی دو. حرف دیگر حرف ذال است. ذال. این حرف هم به مثل حرف ث، مخرج حرف ذال و حرف ث یک است. باز هم سری زبان را در بین دندان ها میگذاره. ذا ذی ذو. سری زبان را در بین دندان ها گذاشته میخونیم. ذا ذی ذو. اگر زبان را در داخل گذاره این خطا می شود. برای همین تکرار بکنید. ذا ذی ذو. کلمه های در قرآن به مانند الذی 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 ذ.
اگر شما الذی خوانید این خطا هست، چون شما با جای حرف ذل حرف زی خواندید. این حرف در زبان تاجیکی نیست. حرف ذ، الذی، الذین، الذین، ذ، ذی، ذو، ذو. حرف دیگر حرف را. حرف را هم در زبان تاجیکی هست ولیکن کمتر فرقیت دارد. این حرف وقتی که با فتحه و با ضمه می بیاد کمتر غفل می شود. را، میره، را، راجیم، را، رحمن، میرحمن، را، رحمن. یا که رازق، رازق، میرازق، رازق. برب الناس، برب، را، را. و با دمه رو خوانده میشد، رو، رو. و با کسره ری خوانده میشد، ری. با کسره اینه که ترقیق باریک خوانده میشد. بله، را، ری، رو. یاد دارید یا بنویسید که با فتحه و ضمه را، رو غفظ خوانده می شود و با کسره ری باریک خوانده می شود. حرف دیگر حرف زی است، زی. این به مثل حرف الفبای تاجیکی که ما استفاده میبریم، زید، زمین. این حرف در ما هست، برای همین در این حرف مشکلی نیست. حرف ز، ز، زی، زو، ز، زی، زو، ز، زی، زو. حرف دیگر حرف سین هست، سین. این حرف مانند حرف الفبای تاجیکی حرف س مانند است. چون ما سفر کلمه ها داریم، سفر، سمت. این حرف هم مشکلی نیست چون در الفبای ما هست. س، سی، سو، س، سی، سو، اس، ایس، اوس. حرف دیگر حرف شین می باشد، شین. ش، شی، شو. این حرف هم در الفبای ما هست، برای همین مشکلی نیست برای تلفظ کردن. ش، شی، شو، اش، ایش، اوش. حرف دیگر حرف صاد هست، صاد، صاد. این حرف در الفبای تاجیکی نیست، برای همین برای تلفظ کردن قفای زبان را برداشتن در کار و سری زبان را در دندانهای پایانی میگذاریم، در دندانهای پایانی و قفای زبان را میبنداریم. سا، سا، سا. حاضر باش من نشان میدهم. نگاه بکنید حرف صاد. من حرف صاد پیش زبان در دندانهای پایانی گذاشته شده و قفای زبان برداشته می شود. صاد، 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 صاد. این حرف سین بود، سین، سین. در این حالت، در حالت حرف سین گفتن قفای زبان را نمی برداریم و در حرف صاد قفای زبان را می برداریم. بینید در حرف سین قفای زبان برداشته نشده است ولیکن پیش زبان در دندانهای پایان مانده شده است. در هر دو حالت هم سری زبان در دندانهای پایان گذاشته می شود. فقط در تلفظ حرف صاد قفای زبان برداشته می شود. صاد، سا، 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 سی، سو. این حرف استعلا، یعنی حرف است که غفظ خوانده می شود. به همین سبب وقتی که با الف می آید غفظ خوانده می شود. سا، نیسا، سا نه بلکه سا، سا، سی، سو.
حرف دیگر حرف ضاد است. حرف ضاد، با ضاد. این حرف یکی از حرف های می باشد که تنها در الفبای عرب است. حرف ضاد در دیگر زبان ها نیست. برای همین عرب ها را اهل ضاد هم می گویند، یعنی که شخصانی که حرف ضاد دارند، اهل ضاد. ضاد به حرف دال نزدیک است، کمی به حرف دال، ولیکن این حرف استعلا، یعنی حرفی است که غفظ خوانده می شود. با نده میبخشید من کمتر به روسی گپ زدم. ده نه بلکه ضاد با. وزیر من مخرج این حرف را به شما نشان میدهم در صورت بینگرید. حرف ضاد، این حرف ضاد پهلوی زبان باید در دندانهای کرسی بالا برسد. اگر این زبان شما باشد، اگر این کام شما باشد، کام بالا باید این طور برسد. ضاد یا که به طرف چپ یا که به طرف راست. ضاد برای چی نتافتست؟ ضاد با. و زبان را به پیش کام نبرید. به پیش کام اگر بردید حرف دل میبرد، دل، بلکه کمی به قفا و به پهلوهای راست و چپ زبان را حرکت بکنید، برسانید که زبان شما باید برسد. با بی بو ولا الضالین. در سوره فاتحه میگوید غیر المغضوب، ضاد مغضوب ولا الضالین. مخرج این حرف بار دیگر میگویم پهلوی زبان شما باید به دندانهای کرسی راست و چپ برسد، نه به پیش. اگر به دندانهای پیش برسد این مخرج حرفی دل هست، دل، الدین. ولکن مخرج حرف ضاد کمی به قفا است، کمی قفاتر، و زبان را باید در پهلوی زبان را باید در دندانهای کرسی برسانیم. با بی بو. این یکی از حرفهای مشکل ترین می باشد که بسیاری ها تلفظ کرده نمی توانند و اگر گوش کرده باشد بسیاری در تاجیکای ما با جای ولا ضالین ولا ظالین میخونن، حرف زا را میخونن. نه برادران، این حرف از حرف زا خیلی است. این حرف به حرف دال نزدیک است، به حرف دال مخرج است، نزدیک است. و این را بفهمید که زبان شما، پهلوی زبان باید در کرسی ها برسد. با در یک طرف، یا که در راست یا که در چپ. با نه در پیش. وقتی که اگر در پیش برسد دل، حرف دل میشه. ای حرف ضاد دای. با بی بو والارض مغضوب. با همه شما توصیه میدهم که با کانال ما در آمده در آنجا مخرج حرف ضاد را یافته از پپکه مخرج حرف ها به فکرم حاضر ما نگذاشتیم. انشالله در روزهای نزدیک میگذاریم مخرج این حرف ضاد را که شیخ ایمن الرشدی یکی از عالمان علم تجوید این را به شما قرائت میکنند. شما میتوانید از پس او تکرار بکنید و این حرف را و مخرج این حرف را بیابید. حرف دیگری میگذاریم، حرف تا.
این حرف در الفبای تاجیکی نیست. این حرف تا در الفبای تاجیکی نیست. در الفبای ما حرف تا هست، تا. ولکن این حرف تا این حرفی است که غفظ خوانده می شود. و کمی فرقیت حرف تا را از حرف تا من به شما می گویم. مخرج اینها یک است، یعنی که سری زبان را در سری کام می گذاریم. تا، اولی کام، تا. بعد از دندان ها تمام می شوند، کام سر می شود. تا، تی، تو. وقتی که تا، تی، تو گفتیم قفای زبان ما برداشته نمی شود. و وقتی که تا، تی، تو گفتیم قفای زبان برداشته می شود. بین این حرف ها چنین فرقیت است. مخرج یک است، فقط در حرف تا قفای زبان برداشته می شود. حاضر این رو من در رسم به شما نشان می دهم. همه دیده ایستاده است. برادران ببینید، این مخرج حرف تا زمانند تای تاجیکی است. سری زبان در کام گذاشته و قفای زبان برداشته نشده است. تا، تی، تو. ولیکن مخرج حرف تا سری زبان گذاشته شده و کام و قفای زبان برداشته شده است. از سببی که ما قفای زبان را می برداریم، حرف غفظ تلفظ می شود. تا، تی، تو، تا، تی، تو. فکرم فهمه شد. مثلا وقتی که ما مثال این در قرآن در کلمه اعوذ بالله من الشیطان، اعوذ بالله من الشیطان، تا. ببینید غفظ خوانده می شود. نه تا. وقتی که ما می خوانیم تبت یدا ابی لهب و تب، در آنجا ما تا می خوانیم، تا. وقتی که تا، شیطان، اعوذ بالله من الشیطان. اگر شیطانی خونید این خطا است. شیطانی، تا. تکرار بکنید. تا، تی، تو، تا، تی، تو. مخرج حرف تا. باری دیگر میگویم که قفای زبان برداشته می شود برای خاطر که حرف غفظ خوانده شود. تا، تی، تو. حرف دیگر حرف وا هست. وا. این حرف هم در الفبای ما، الفبای تاجیکان نیست. حرف وا. مخرج این حرف را من به شما میگویم. در این حرف هم قفای زبان برداشته می شود و سری زبان در بین دندان ها گذاشته می شود. مخرج حرف وا، وا. مخرج حرف وا به حرف ذا، ذی، ذو نزدیک است. حرف ذا، ذی، ذو اگر سری زبان را در بین دندان ها بگذاریم و قفای زبان را نمی برداریم، این می شود ذا، ذی، ذو. و این حرف وا. حرف وا سری زبان را در بین دندان ها می گذاریم و قفای زبان را می برداریم. بله، نور اسلام وا. حاضر من رسم را نشان می دهم. ببینید، این مخرج حرف ذ هستند. در وقت تلفظ حرف ذ
سری زبان را در بین دندان ها میگذاریم ولی قفای زبان را نمیبرداریم. ذا، ذی، ذو و مخرج حرف وا. سری زبان را در بین دندان ها میگذاریم و قفای زبان را میبرداریم. قفای زبان را میبرداریم تا این حرف و حرف وا غلظ خوانده شود. وا، ذی، ذو. وا، ذی، ذو. عذر در تخته می نویسم، بعضی شما نفهمیدید این کدام حرف است. عذر می نویسم. برادران اگر وا، ذی، ذو. برادران عذر پیشتر میریم. این حرفی وا، ذی، ذو. وا، ذی، ذو. این مخرج حرف وا بود. باری دیگر میگویم که مخرج این حرف سری زبان را در بین دندان ها گذاشته قفای زبان را میبرداریم. وا، ذی، ذو. کلمه ظالم، ظالمین، ظالمین. با فکرم فهمو شد این حرف. بله، اسلام این راهی راست. حرف وا. بله، کسانی که با عربی نوشته میتوانید این حرف رو بنویسید، خوب میشه تا دیگران هم ببینند، چون این تخته ما هر کس نداریم. با فکر ما حرف دیگر میگذاریم. حرف عین. حرف عین. این حرف هم در زبان تاجیکی استفاده برده میشد. مثلا کلمه اعلان، حرف عین. عو. بله برادر اسلام، شما بنویسید این حرف را تا برادران ببینند. عو. اعوذ بالله. اعوذ بالله. عین. حرف عین. عو. بله. انعمت عليهم در سوره فاتحه. انعمت عليهم. حرف عو. ولكن در زبان تاجیکی در اولی کلمه نمی آید، ولكن در زبان عربی در اولی کلمه می آید. هر معنی مثلا کلمه عمر ما به تاجیکی عمر، در عربی این اول حرف عین است. عمر. انعمت عليهم سوره فاتحه. عليهم. حرف دیگر حرف غا هست. غا، غی، غو. این حرف هم یکی از حرفهای استعلا می باشه، یعنی که حرفی که لفظ خوانده می شود. غا. برای همین در وقتی که بعد از حرف غا اگر الف باید ما غا می خونیم. غاسقین. غا. اگر غاسقین کنید این خطا است. غا. غاسقین. غا، غی، غو. غا، غی، غو.
غی غو. بله اسلام نیست، شما بنویسید غا غا. اگر غا بخونیم این خطا است، برای همین غا میخونیم. حرف دیگر حرفی فا فا. حرفی فا مخرج حرفی فا، مخرج حرفی فا در نامهای بالا به لب قرآن میرسید. فا 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 فی او فی صدور الناس فی جیدها فی جیدها فی فا فی او. چون این حرف در زبان تاجیکی است، برای همین تلفظ این حرف مشکل نیست. شما فقط مخرجش را بدانید که در نامهای بالا در لب قرآن میرسند. فا 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 فی او. حرف دیگر حرف قاف است. قاف قاف. حرف قاف هم حرف استعلا، یعنی حرفی که غفظ خوانده می شود. قا قی قو. قال. ما قال باید خونیم. قال قل هو الله احد. قال قال قیل قل قا قا قی قو. این حرف هم در زبان تاجیکی هست، برای همین مشکلی نیست. حرف دیگر حرف کاف. کاف کا کی کو. باز بیلون کا کی کو. کا کی کو. کا کی کو. این حرف هم در الفبای ما الفبای تاجیکی هست، برای همین مشکلی نیست. حرف دیگر حرف لام. لام لا لی لو. مخرج این حرف سری زبان در کام در پیش کام می رسد. لا 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 لی لو. لا لی لو. ال اول. در خصوصیت این حرف با ما به شما می گذاریم که در یک حالت این حرف غفظ خوانده می شود. در کلمه الله 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 غفظ خوانده می شود اگر پیش از کلمه الله فتحه آید، و اگر پیش از کلمه الله کسره آید لله این حرف باریک خوانده می شود. لله لله الله الله. انشاءالله باز در درس‌های آینده وقتی که خصوصیت این حرف را می‌گذاریم باز بیان می‌کنیم. حرف دیگر حرف میم هست. میم میم ما می مو. مخرج این حرف رسیدن لب بالا به لب پایان است. ما می مو. ام. حرف دیگر این حرف هم در زبان ما هست، برای همین مشکلی نیست. حرف دیگر حرف نون هست. نون. حرف نون آواز نه نی نو را می دهد. نه نی نو. ان این اون. این حرف هم در زبان در الفبای ما هست، برای همین مشکلی نیست. حرف دیگر حرف ح است. ح. حرف ح. ح ح هی هو. بله بله اسلام نوری آرامی است. بله درست نوشته. ح. این حرف به مانند این است که از نه ح نه ح ح نه های حواس های ملایم، که وقتی که انسان اگر بدود و مانده شود چخیل نفس میکشد. این از اینجا میبرد. ح ح. و حرف ح از گلو میبراید. ح. و این حرف از حرف ح فرق میکند، یعنی که
ح الله الله با آسانی نفس می براید. ح هی هو کلمه الله 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 الله. بازی من به شما فرقیت حرف ح و حرف ح را میگویم. بینگرید حرف ح الحمد لله. مخرج حرف ح از حلق است. های حلقیش میگویم. بله بله. و حرف ح این با آزادی میبراید، در حرف نمیزند. الله الله یا که هو قل هو الله احد. بینگرید قل هو الله احد. حرف ح آزاد میبراید ح و حرف ح از گلو میبراید، از حلق میبراید. قل هو الله احد ح. برای همین فرقیت این دو حرف رو خوب درک بکنید. و حرف دیگر حرف واو است. واو این حرف هم در زبان ما در الفبای ما نیست. در الفبای ما حرف و هست. و حرف و از حرف واو فرق میکند. مخرج رو بینگرید. مخرج حرف واو باید لبهای ما به پیش برآورده شوند. و دیده ایستادید؟ و باید لبها به پیش برآورده شوند. ولا الضالین. قل هو و اگر شما هو خونید هو این خطا است، چون حرف وی تاجیکی ورزش این رسیدن دندانهای بالا به لب پایین است. ورزش. این حرف واو در گفتن حرف واو دندانها به لب رسد، بلکه لبها به پیش برآورده شده خوانده می شود به مانند نی و وی وو. مخرج حرف واو و مخرج حرف او یک خیل هستند. یعنی که هم در حرف واو و هم در حرف او لبها به پیش برآورده خوانده می شود. به فکرم فهمه شده. و قل هو فهمه شد. اگر فهمه شده باشد به حرف آخران میگذاریم. حرف یا ی یو ای اوی اوی. این حرف آخران بود. این حرف هم در زبان ما هست، برای همین برای تلفظش هیچ مشکلی نیست. مثال ها یقول یؤمن یوسوس یو. با همین درس این موضوع را به آخر میرسانیم برادران، چون از 45 دقیقه هم زیادتر شد. انشاءالله درس را دوام میدهیم. وقت را میبینیم. ممکن که در یک روز، در یک هفته 2 درس بگذاریم انشاءالله. وقت را میبینیم، چون ما روز هم کار داریم. انشاءالله در بگاهی در وقتهای خالگی آمده انشاءالله به شما درس میگذاریم.
و این ثبتی که ما کار سازیم با واسطه تلفن است. چون خواستیم با واسطه کامپیوتر کنیم، نشد، برای خاطری که نسترایکاش باید درست میکردیم. برای همین ما ممکن است که در روزهای آینده انشالله با کامپیوتر بکنیم تا صفت خوبتر شود. انشالله این درس یکم رو ما تمام کردیم. درس دوم این کتاب درباره حرفهای استعلا و استفاله است. با همه شما باری دیگر میگویم که این کتاب در پلی مارکت هست و در اعلانی که امروز ما گذاشتیم در زیر اون اعلان سیلک این کتاب است. میتونید شما در آمده این کتاب را، کتاب تجوید قاعده های قرآن نوشته شده است، خوجند 2003 سال نوشته شده است. میتونید این کتاب را به تلفن های خود فرارید و این درس هایی که ما گذاشتیم تکرار بکنید. امروز ما به شما مقدمه خواندیم، یعنی معنای تجوید را گذاشتیم و حکم علم تجوید را خواندیم و الفبای عربی را گذاشتیم. انشالله در درس‌های آینده ما حرف‌های استعلا و استفاله، یعنی که حرف‌هایی که غفظ خوانده می‌شوند و حرف‌هایی که باریک خوانده می‌گذاریم انشاءالله. و این درس ها تنها دخل دارند به شخصانی که الفبای عربی را میدانند. و شخصانی که الفبای عربی را نمیدانند بهتر میشد کتاب معلم ثانی را گرفته یا قاعده بغدادی را گرفته اول حرف را آموزند. چون اگر شما الفبای عربی را ندانید این درس ها را نشنوید. خوب، درس امروزه به همه فهمو شد. در آخر درس من سوال می دهم تا جواب شما را بنویسید اگر توانید. معنای تجوید چیست؟ معنای تجوید چیست؟ بنویسید. چون من می خواهم بعد از هر یک درس بپرسم تا درس گذشته امروزه کمی هم تکرار شود که شما از خود کنید. بنویسید درس معنای تجوید چیست؟ معناش، حکمش نه. عبدالله شما گفتید که فرض عین این حکمش. معنای تجوید، کلمه تجوید در زبان چه معنی دارد؟ حکم تجوید نه، معناش. بسم الله، سوالهایتان را بدهید. ما گفتیم از کلمه جود یجود یعنی خوش روی معنی کلمه عربی بوده. معنایش به روسی گویم فهموتر میشد. اوکراشنی اولوچشنی، اوکراشنی اولوچشنی یعنی خوش روی کردن. اوکراشنی اولوچشنی به زبان روسی، به زبان تاجیکی یعنی که خوش روی کردن، فسان کردن. و معنای اصطلاحی چیست؟ معنای اصطلاحی تجوید، معنای اصطلاحی تجوید چیست؟ یعنی این علم است که چرا می آموزند؟ جوابهای شما را انتظارم. این علم است که چرا می آموزند تجوید؟ علم است که قاعده های بله، این علم است که قاعده های خواندن قرآن را به ما می آموزاند. بله. سوال دیگر، حکم علم تجوید چیست؟ یعنی دانستن علم تجوید قرآن را با تجوید خواندن چه حکم دارد؟ جوابهای شما را انتظارم. فرض
بله، فرض عین یعنی که فرض بر گوش هر یک مسلمانی که عاقل و بالغ است باید قرآن را با تجوید بخواند. فرض عین و فرض کفایی این در عمل در خواندن اینه که پرکتیچیسکی. اگر تئوریتیچیسکی گویم تئوریا اینه که علم نظری تجوید چی حکم دارد؟ فرض کفایه فرض کفایه است، یعنی که اگر فرض عین این در عملان یعنی پرکتیچیسکی و فرض کفایه این نظری علم نظریش یعنی تئوریتیچیسکی. برای خاطری که اگر در جای شما یک انسان تئوری تجوید را بداند یعنی علم نظری تجوید را بداند برای آموختن دیگران از دیگرها ساقط می شود. فرض کفایه است. تئوری تجوید является فرض الکفایه. کسانی که روسی را می دانند теория таджвида является фард аль-кифая, а практические знания таджвида является фард аль-айн, обязательно для каждого. سوال دیگر، حرفی با حرفی غفظ خوانده می شود یا باریک؟ با بی بو غفظ خوانده می شود یا باریک؟ جواب را انتظارم. بله، باریک خوانده می شود. ما با می خوانیم، با خوانیم خطا است. سوال دیگر، حرف خا غفظ خوانده می شود یا باریک؟ غفظ. بله، خا خالق خا خوانده می شود. بله فهمیدید. سوال دیگر، حرف زی زو باریک خوانده می شود یا غفظ؟ بله باریک. بله باریک خوانده می شود. زی زو. سوال دیگر، حرف صاد سی سو صاد باریک خوانده می شود یا غفظ؟ بله غفظ. صراط الذین سی سو غفظ خوانده می شود. و حرف سین باریک خوانده می شود یا غفظ؟ سین بله باریک. سو بله. سوالی دیگر، حرف قاف قو حرف باریک است یا حرف غفظ؟ قا فلق قال بله غفظ خوانده می شود. قو حرف غفظ خوانده می شود. جزاکم الله خیرا برادران. الحمدلله که درس امروزه به شما فهم است، چون من وقتی که سوال دادم از این فهمیدم که درس امروزه به همه شما فهم است. در آخر درس انشاءالله درس های آینده درس دیگر با اعلان را می نویسیم که کلام روز درس می شود. اگر وقتی ما ممکن که پگاه درس گذاریم انشاءالله. باز خداوند داناتر است، پیشکی اعلان را می نویسیم. و درس دیگر گفتیم حرفای استعلا و استفعاله می شد، یعنی حرفایی که غفظ خوانده می شوند و حرفایی که باریک خوانده می شوند. انشاءالله درس دوم در این باره است. ما هم از شما خوشحالیم برادر. معنای تجوید کلمه تجوید اگر از کلمه جوده یا جویدو گرفته شده به زبان روسی украшение улучшение این که یک چیز رو زیب دادن
چون وقتی که ما قرآن رو با تجوید میخونیم قرآن رو زیب میدهیم. یک چیز رو زیب دادن، خوشروی کردن، نغز کردن، علودشینی، اکرشینی، این معنای کلمش است. و معنای اصطلاحاً این علم است که قاعده های قرآن را به ما می آموزاند. طرز تلفظ هر یک حرف را در مخرج خود و صفتهای خود. این چنین علم است. با همین یک سوال من به خانه رفتنم ضرور است چون حاضر در مدرسه هستم و ساعت 10 شب است. برای همین وقت نیست برای سوالهای شما را جواب دادن. انشاءالله حرف قاف را حرف قاف، مخرج حرف قاف قفای زبان به آخر حلق می رسد. قا قفای زبان بالا برداشته به حلق شما می رسد. قا قی قو. حرف قاف غفظ خوانده می شود. بله، به این ما درس را تمام میکنیم. انشاءالله درس را دوام میدهیم. در امان الله باشید. ما در یک مدرسه در روسیه درس میدهیم انشاءالله. مخرج حرف تا قفای زبان برداشته می شود و پیش زبان در دندانهای در کام مانده می شود. در دندانهای پیش وقتی که تمام میشن کام سر می شود. تا مخرج غاین غا مخرج غاین هم به مخرج قاف نزدیک است. کمی از غا قفای زبان به کامی بالا می رسد. غا. اینجا سوال های بسیار داده ایستادن. من فقط سوال هایی که به درس است جواب می دهم. دیگر سوال ها جواب نمی دهم چون وقت نیست برای برادران عزیز. با همین درس را به آخر می رسانیم و انشاءالله به هر یک شما آرزو و دعا می کنم که تا خداوند در تحصیل این علم تجوید به شما آسانی بگرداند. و بدانید که وقتی که شما نیت تحصیل علم کردید، علم میگیرید، بدانید که خداوند شما را در احاطه خود میگیرد و شما به هر یک کلمه که می آموزید ثواب می دهد. به هر یک این بیداری که حاضر بیدار هستید دیگران که خواب باشند ثواب می دهد و فرشته ها شما را احاطه می کنند و در کتاب های خود می نویسند که این انسان ها تنها به خاطر خودت الله این یک شب را نگاه نکرده درس می گرفتند. به همین خاطر به همین در آینده از پروردگار می خواهیم که تمام خوشی های زندگی را به شما نصیب بگرداند و آسان بگرداند به شما طرز درست خواندن قرآن را. انشاءالله به همین درس را به انجام می رسانیم. آمین آمین یا رب العالمین. انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آمین. جزاکم الله خیرا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.